السلام علیکم بینندگان. حالا ما با شما حل یک مثال را دیده می‌بریم. مثال چنین است که همین ifade a برابری این چیز که در اکران خود دیده ایستاده داده شده است. شما همین عدد a را با 0 و از 101 مقایسه کنید. کدامش کلان است؟ برای حل اول این ifade ما ساده میکنیم. برای ساده کردن چیکار میکنیم؟ نگاه کنید. اول صورت کسر را گروه بندی میکنیم. برای این من این اعضاهای B ریشه AB و A ریشه AB را با هم گروه بندی میکنیم و هر دوی اعضاهای کناری را نیز با هم گروه بندی میکنیم. مخرج را نیز ساده میکنیم. نگاه کنید. پس از گروه بندی و ساده کردن مخرج صورت کسر ما این خیل می شود: A مینوس B CB جمعی ریشه AB و مخرج کسر ما باشد به این ifade برابر می شود. از بس که صورت کسر فرموله ضربی مختصری A تربیع در کوادرات را می دهد، ما گذاشته این کوادراتی پوره را تحت علامت ریشه برآورده یک باره یعنی یک تقسیم ریشه AB را به نمود نشان دهنده می نویسیم. بعد از اختصار کردن و مخرج عمومی دادن و اعضاهای موافق را، مثلا A جمع A نشان دهندش مینوس 1 تقسیم 2 B ضربی B نشانده مینوس 1 تقسیم 2 میبخشید ضربی، انا این وقتا نشان دهنده ها جمع کرده ساده کرده میبینیم که ifade ما به 0 برابر میشده است. وقتی که ifade A ما به 0 برابر باشد، A ما از عدد 0 و از 101 خورده است. خیلی مثال ساده. بار دیگر خواهشمندم که به راه توجه کنید، طرز حل به توجه کنید، چگونه ساده کردن. اساساً در این حل این مثال چیزی که ما استفاده میبریم خاصیتی من این نشان دهنده اگر منفی باشد مثلا مثبت نمودن، بعد مخرج دادن و گروه بندی کردن، به فرمول ضرب مختصر آوردن و اصلاح و اختصار کردن. همین قدر مثال خیلی عادی و خیلی ساده است. با ما باشید. گذاشتن لایک، پسند، نوشتن کامنتاری ها و آبونه شدن را به کانال ما فراموش نسازید. خیر تا ویدیوهای دیگر.